دلت با من اما هنگی نگاه تو چشمانه تنت با من میرسه اما نسی که میخوامه این دنیا مثل شبها جدا بوشه اما بینی این حالی که من دارم جز اینجا دیگه جایی نیست من یه دیوونم تو ته خوبی عمرمو گشتم تا دیگه اینجا هیچی نمیفهمم هیچی نمیفهمم هیچی نمیفهمه کی نمیفهمه؟ میگفت در ایران طرف تا بچه هست میگن بچه هست نمیفهمه نوجوان میشه میگن نوجوان تو رشده نمیفهمه والا ما یادم بچه بودیم سر سفره غذا همیشه بهترین قسمت غذا رو دادن باباهامون میخوردن و هیچ حق اعتراض هم نداشتیم اما با خودمون میگفتیم که روز بزرگ میشه و تلافی میکنیم حالا که بزرگ شدیم بهترین قسمت غذا میدن بچه ها بخورن میگیم چرا؟ میگن بچه در حال رشده خب ما رشد نمیکردیم ما علف هرز بودیم چه عدالتی من نمیدونم توقع ها تغییر کرد به پسر خواهرم آدانس موجی دادم میگه نمیخوام دایی میگم چرا دایی جون؟ میگه من چیزی دنت میخوام والا ما بچه بودیم لاستیک میجوریدیم ما چرا توقع شد شو بسر به چون خودم اگه خودش میفهمه چی میگه مردی که دیوونه کرده میگه واقعا نیستم البته تا حدودی که من ترجمه کردم با بدبختی که این چی میگه واقعا چند میلیارد بارم دیده شده و شنیده شده آهنگش گانگنام استایل من گانگنامی یعنی چی؟ گانگنام یه منطقه بالا شهر تو سئول پایتخت کره جنوبی مثلا میخواد مخ بزنه میگه من خیلی با کلاسم بالا شهری هم گانگنامی هستم زنگری تا نترس از عاشق شدم بیا اون با من دیدین مثلا مثل تهران میگن الهی زعفرانی نمیدونم فرشته شده حکایت بعضی از پسرها میخواد مخ بزنه میگه من بچه الهی ام میخواد دعوا کنه میگه من نازی آبادی هستم این همه تناقض آدم در همین تاریکی چی داره به تبدیل بشه اما همین کره جنوبی ها خیلی بالا فهم که شنیدم در کره جنوبی وقتی مردی داره میره سر کارش خانومش دادم اگر بدرقش میکنه میگه عزیزم تو رو خدا مراقب خودت باش من نگرانتم شب زود بعد از شام منتظرت میمونم دوست دارم عاشقتم بوس بوس اون میره دیگه سر کارش ما نیست در کشور ایسلند نزدیک قطب شماله شنیده بودم ماه رمضان امسال 39 دقیقه فرصت داشتن چیزی بخورن چون طلوعشون تا فرضشون خیلی تا غروبشون خیلی کوتاه 6 ماه سال تاریکی زمستان شب تو اون ظلمات تاریکی شب مردی داره میره سر کارش خانومش کولمار تا دم در بکن اونجا برق اختراع نشده رأس حجر زنده هی میگه عزیزم من به تو وابستگی عاطفی دارم شب زودتر برگرد شب دیگه کی شب برگرد منتظرت میمونم دوست دارم عاشقتم منتظر بوسی نه؟ یه دیگه واسه رفع گفتی و اون میبوسه دیگه میره سر کارش باید بسته اون وقت در ایران وقتی مردی داره میره سر کارش خانمش میگه داری این آشغالا رو مثل هم بزن به خود یه پردش چقدر از کجا چی بگه آدم از این